من کبد هستم و میخوام زندگی سالم رو شروع کنم. من لبو دوست دارم چون خونم رو تمیز میکنه و کمکم میکنه سمها رو راحت‌تر بندازم بیرون. یه سیب زرد خوشبو خور. من باهاش آرام میشم و بهتر میتونم چربی ها رو بسوزونم. روغن زیتون مثل یه ماساژ نرمه برام. چربی های بد رو از بدن بیرون میکنه و منو آروم میکنه. براکلی و کلم مثل تیم پاکسازی هن. میان و آنزیم هامو بیدار میکنن تا سمزدای شروع بشه. گردو دوست خوبیه چون به من کمک میکنه. پر از امگا 3 و آنتی اکسیدانه. منو قوی تر میکنه. یه ذره زردچوبه کافیه تا التهابم بخوابه. رنگش طلاییه، اثرش هم طلاییه. کاهش مصرف الکل، نوشیدنی‌های شیرین، غذاهای فرآوری شده و چربی‌های اشباع نقش بسیار مهمی در حفظ سلامت من داره.